بیدار شدن در طول شب برای دستشویی رفتن و ادرار کردن یک بار در طول خواب شبانه طبیعیه، اما بیشتر از اون اختلال محسوب میشه و باید حتما پیگیری و درمان بشه. حالا چرا من این موضوع رو انتخاب کردم برای این ویدیو؟ به خاطر اینکه بیدار شدن‌های مکرر در طول شب باعث افزایش ترشح کورتیزول در بدن میشه و در طول روز بعد باعث خواب‌آلودگی، بیحالی، بی‌حوصلگی، عصبانیت و حتی کاهش تمرکز برای انجام فعالیت‌های روزمره و برای یادگیری میشه. پس یه موضوع مهمیه که باید حتما پیگیری و درمان بشه. تکرر ادرار و بیدار شدن‌های مکرر در طول شب برای دستشویی رفتن و ادرار کردن خاطر یه سری اختلالات و بیماری‌های زمینه‌ای خاصی هست که تو همین ویدیو براتون میگم. اما یه سری افراد هستن که این بیماری‌های زمینه‌ای رو ندارن و باز هم در طول شب برای ادرار کردن از خواب بیدار میشن که 3 تا دلیل مهم داره برای این افراد که حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین که اون 3 تا دلیل رو براتون میگم که آخرین دلیلش باز از همه مهمتره که متاسفانه کمتر کسی راجبش اطلاع داره. مهمترین دلایل و بیماری‌های زمینه‌ای که باعث تکرر ادرار و بیدار شدن‌های مکرر در طول شب میشه: دیابت، یه سری اختلالات قلبی و کبدی، اختلالات کلیه و مثانه مثل عفونت‌های کلیه یا مثانه بیش فعال یا عفونت‌های ادراری، بارداری، بزرگی پروستات، یه سری اختلالات هورمونی مثل کاهش ترشح آنتی دیورتیک هورمون و مصرف یه سری داروها مثل لیتیوم یا یه سری از داروهای ضد فشار خون مثل دیورتیک ها مثل هیدروکلوروتیازید یا فروزاماید. حالا یه سری از افراد گفتم هستن که این بیماری‌های زمینه‌ای رو ندارن ولی در طول شب چندین بار برای ادرار کردن از خواب بیدار میشن که اولین و شایع ترین دلیلش اینه که در طول شب خوراکی‌ها و مایعات زیادی مصرف میکنن. توصیه میشه که حداقل 2 ساعت قبل از خواب شبانه دیگه کلا خوراکی‌ها و نوشیدن مایعات رو کنار بذاریم. جدای از این یه دلیل دیگه که باز هم خیلی شایعه و باعث بیدار شدن‌های مکرر در طول شب میشه استرس و اضطرابه که متاسفانه امروزه اکثر افراد جامعه بهش مبتلا هستیم، یعنی باش دست و پنجه نرم میکنیم. و آخرین دلیل و یکی از مهمترین باز هم دلایلی که باعث بیدار شدن مکرر در طول شب برای ادرار کردن میشه که اکثرمون ازش ناآگاهیم، آپنه انسدادی خواب هست یا اختلال در تنفس هست که این اختلال در تنفس یا تنگی نفس در طول خواب باعث میشه که یه سری فشارهای منفی و خلأ در قفسه سینه ایجاد بشه و باعث فشار به دریچه‌های دهلیزی قلب و ترشح پپتیک دهلیزی ادراری میشه که این پپتیک تو کلیه باعث افزایش ترشح ادرار میشه و افزایش نیاز به ادرار کردن رو در افراد باعث میشه. پس افرادی که اختلال تنفس در حین خواب دارن حتما با برطرف کردن این مشکلشون، اگه مشکل تکرر ادرار در طول شب هم داشته باشن، اون مشکلشون هم برطرف میشه.